السلام علیکم هموطنان عزیز. البته صحبت امروزه ما درباره فشار آوردن حکومت امامعلی بر سر اون جوانهایی که از حقوق خودشون دفاع میکنن و یا که حقوق خودشون رو اظهار میکنن از این حکومت ظالم امروزه. معلوم است که چقدر جوانهای امروز در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان از طرف حکومت امامعلی رحمان، از طرف این ظالم چقدر فشار میارن در خانه هاشون، در برادرهاشون، در زنهاشون، در مادرهاشون، در پدرهاشون، حتی در رفیقاشون و حتی میدونن که در همسنفاشون اینقدر فشار بیارن که ناگفتنی. البته اگر ما با مطابق قانون بگیریم، قانون خود تاجیکستان و یا که قانون بین المللی، خیلی گپو در یگان جای دنیا نیست که در گناه یک کسی دیگر جوابگو باشه. البته این خیلی قانون نیست، وجود ندارد. اما حکومت امامعلی را شما خوب میشناسیم. میبینیم که به خاطر ما دعوا میکنیم که ما حق خودمان میخواهیم، ما آزادی میخواهیم از همین ظلم، از همین غلامی، از همین طوق غلامی که امروز در گردن ما و شما آویزان است. ما میخواهیم همین طوق غلامی را از گردنمون بگیریم برای همیشه. بس از دیگه 24 سال شد، 24 سال شد که ما این طوق غلامی را در گردن انداختگی و فقط خاموشی را اختیار کردیم. البته ما و شما میخواهیم این چیزا. در مقابل این حکومت ما چیکار میکنه؟ در مقابل این حکومت ما و شما رفته در خانه های ما و شما به زن ما، به برادر ما، به همسایه ما، به همسنف ما فشار میارد. البته این غیر قانونی است. خود امامعلی قانون مراعات نمیکنه. وقتی که خود پرزیدنت، وقتی که خود رئیس جمهور قانون احترام نمیکنه، البته او مردمش قانون البته احترام نخواهد کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبه برآورند لشکریانش درخت را از بیخ. اگر از باغ مردم ملک، پادشاه یا رئیس جمهور بیاید سیب بخورنه به اجازت، لشکر او درخت از بیخ میکنن. وقتی خود امامعلی غیر قانونی کار میکنه. البته این همه امر یعنی رئیس جمهور است. امنیت امر میکنه که کسانی که در زیل و برآمد میکنن و یا کسانی که حقوق خودشون دعوا میکنن، فشار به خانه های اونا از طرف رژیم امامعلی به طریق کی؟ به طریق امنیت. خودی امنیت یک کنترابنده که نارکوتیک، هر چیزی که غیر قانونی اصلا در تاجیکستان روی میدهد و مثلا نارکوتیک به طرف روسیه میاد و یا که به طرف دولت‌های اروپایی میروند. البته در این حکومت تاجیکستان بسیار دست کلان دارد. اینها همه غیر قانونی هستند و همچنان این دستگیری و یا که همچنان این قدر فشاری که در بالای برادرای ما و شما است، این غیر قانونی است. نه قانون تاجیکستان و نه قانون بین المللی و نه قانون، نه شریعت اسلامی و نه قانون خریستانی. یگان قانون این را قبول هم نمیکند که در گناه یک کس دیگر برادرش ببر 3 روز محکم کن و یا برادرش و یا زنش فشار بیار. این غیر قانونی است. و از برادران من خواهش میکنم هر کسی که به خانه های شما میآیند فشار میارن، البته شما بپرسید کی هستین شما، به خاطر چی اومدین، نامتون چی است، امکانیت باشه چهره اون را صورت بگیرید. به خاطری که هستن جوان مردایی هستن که امروز در داخل وطن هستند. به خاطر وقتی که ما قدمای اولی خود گذاشتیم کاری اونها همون وقت سر می شود. اینا را دستگیر کرده بتونن که یا میگریزن. بتونین اگر این را نامنویس کنین به طریق زیلا یا به طریق الکترونی پوچتا یا به طریق هر گونه بگیم
وسایلی که به ما میرسد بتونین همیو را به ما بگیم که برسونید، نامش، فامیلیش و یا چهره همو را. البته یک تعداد برای ما رسیدگی است از خود امنیت دوشنبه که اینا فشار بسیار آورده شدن. اینا میبینن این غمی که امروز در سر ما و شما هست، در سر خانواده ما و شما، این حتما در سر این خانواده این گروه میآید. امنیت باشد یا که ملیسه باشد یا که MVD باشد فرق ندارد، او تاجیک هستند همش و این حقوق ندارن که به این درجه فشار در بالای مردم ما بیارن. وقتی که ما خودمون حقوق خودمون رو طلب میکنیم که ما آزادی میخواهیم، اینقدر ظلم، فشار، اینقدر مهاجرت، بی‌برقی، مثلا وسایل زندگی از طرف حکومت تاجیکستان برای مردم مهیا نیست که خیلی وسایل مهیا نمیکنن، آسانی را برای مردم نمیارن. مردم الکی البته غضب مردم بیدار میشود. این دیگه حاجت نیست که مردم اصلا خودش یک آتشی است که فقط یک بنزین است، فقط یک سوزشواری است که یک شعله در کاره برای او. یک کمکی که در بتی شما با چشم خودتون روزهای نزدیک میبینید که مثلا مردم ختلان، مردم بدخشان، مردم پامیر، مردم خوجند، مردم دوشنبه، بالاخره تمام مردم تاجیکستان از این رژیم ناراض است که در تاجیکستان ما عدل، عدالت، انصاف خیلی گفتنی گپا نیست. همه رشوتخوری، همه میگیم فشار به خاطر کی است؟ به همین مردم غریب هستند. البته این غضب مردم را بیدار میکنه و دیگه حاجت نیست که مردم را بگیم اب بخیزین. فقط یک اشاره، فقط یک شعله، ما امیر شعله را ما در بگیرانیم، میبینین شما که مردم چه خیلی میخیزه. مردم حاضر فقط انتظار دارن، فقط بگیم حاجی عمر علی را که چی وقت حاجی عمر علی این حرکت میکنه. البته حاجی عمر علی خدمتش کرد، رسون، واقعا خدمتش برای مردم رسون، بیدار کرد مردم. هر یک کسی ما را حاجی عمر علی تیار کرد. یک حاجی عمر علی بود، امروز صدها حاجی عمر علی است. امروز حقیقت فهمیدیم ما و شما. و این تو چی وقت اینقدر ما بگیم صبر و طاقت کنیم؟ بس دیگه این ظلم و این فشار دیگه حاجی عمر علی مسئولیت خودش تا قدر حتی امروز هم برآمد میکنه و ما و شما را میگه ای مردم شما بخیزین، بیدار شوید که وطن شما از دست میرود. شما وطنتون یک طرف مونین، دین شما از دست میرود. به خاطر وطنمون، به خاطر دینمون، به خاطر ناموسمون، برای این سه چیز چقدر کوشش کرده این برادری ما عمر علی قواتوف که همینا از بین میرود. ما به ابرو میشیم، به عزت میشیم در دیگه دولت ها. در هر تماشا که میگذاریم تاجیکین بیار پاسپورت نشون بدی. پاسپورت که نشون میده تاجیکی کوفتکوت زیادتر تلاشی گیمو و باره که خود داری مثلا او زیادتر کوفتکو میشود و بگیم بسیار با ما را چخیل معامله میکن، با ما و شما چخیل معامله میکن. البته همه شما ما و شما در همین تماشایی ها یا که به طریق ماشین باشد و به طریق سمالیات باشد ما گذشتگی هستیم میبینیم فقط فشار، زوری، گوزوری، فقط همین بی ادبانه ما و شما را فشار میارن. البته ایرا ما هم انسان هستیم، ما برای غلامی تولد نشدیم و این قدری که فشار برای برادرای ما میارن این نگفته نمونه. و خصوصا ما خطاب ما به خود امنیت ها هستیم. این را شما فراموش نکنید. این روزهایی که در سر مردم تاجیک این قدر شما فشار میارین، این را فراموش نکنید. البته این ماتم در خانه شما هم میرسه. این دنیا یک چرخ گردان است. یک روز شاه هستی و یک روز گدا هستی. البته فراموش نکنید. باز من تأکید میکنم فشار در سر برادرهای ما نیاره. شما فکر نکنید که حکومت امامعلی همیشه باقی میماند و 100% من باوری دارم که حکومت امامعلی الکی شکست خوردگی است، از کنترل حکومت ما بیرون شدگی است. نمیدونن که چیکار کنیم، چی راه بگیریم که مردم را خاموش کنیم.
نیست دیگر، چاره نداره. فقط به فشار نه. این فشار، این استراتژی و این راهی که شما گرفتگین، این راه خطا است. شما فکر میکنید که با فشار آوردن شما ما خاموشی رو اختیار میکنیم؟ نه، این شما برعکس غضب ما زیاد میشه. غضب ما را شما دچن میکنید، به خاطری که شما در جاهای میره دست میزنید که او جاها زنگ خطر ما است، جاهای ناموس ما است. و ما از همه در بالاترین چیز، فراموش نکنید، از همه بالاترین چیز برای ما ناموس است. ناموس ما که از بین برود، مردن ما خوبتر است در این دنیا. ناموس ما که از بین برود، مردن ما خوبتر است. برای همین شما فراموش نکنید. باز خواهش میکنم که شما فشار نیاره. اگر که شما بعد از اینقدر برآمده شما فشار را در بالای مردم تاجیکستان، در بالای این جوانها، در خانه هاشون، در زنشون، در برادرشون اینقدر فشار بیارید، شما فراموش نکنید. باز من میگم که البته این ماتمی که در بالای خانه برادرای ما بیاید، این حتما در خانه شما آمدنی هست و خواهد رسید. برای همین چیز برادرای شما نترسیده، حقتون دعوا کنید. بگین و هر کسی که خانه شما میاد فشار میکنه و یا فشار میدهد، نامنویس کنید، بشناسین، همه چیز به ما برسونید و انشالله روزای نزدیک اونا حتما در خانهشون میبینن این روزای سختی که برای شما میارن. سلام علیکم و رحمت الله.